اگر دوست داری که بی‌نهایت شماره مجازی واسه آمریکا و کانادا بسازی، خیلی ساده و راحت این ویدیو رو از دست نده و با من همراه باش. سلام و عرض درود خدمت دوستان عزیز، خیلی خوش اومدین به یک ویدیو جدید. امیدوارم که حالتون خوب، لبتون خنده باشه و پر انرژی باشی در جایی که هستیم. من امیرم از کانال وانیوه و خیلی خوش اومدین به یک ویدیو جدید. توی این آموزش قرار هست که با هم یک پلتفرم جدید برای شماره مجازی معرفی کنیم که دوستان این پلتفرم یک پلتفرم کاملا فوق العاده هستش. توی گوگل پلی نصب داره، 100K نصب فعالم داره و اپلیکیشن فوق العاده هست و برای آمریکا و کانادا خدمات میده و کاملا دوستان از این نظر خیالتون راحت باشه که شماره هاش اوکی. ممنون شم. قبل از اینکه بریم سراغ ویدیو، اگر از اون خوشتون من لایک بکنید، کانالتون رو سابسکرایب کنید، زنگوله رو فعال کنید. اگر که این ویدیو دوست داشتید حمایت بکنید، ممنون شم با دوستانتون به اشتراک بگذارید. و دوستان هر نظری، انتقادی، پیشنهادی داشتید توی کامنت ها برامون بگید. به قول گفتنی با گوش جان میپذیریم و سعی میکنیم جواب تک تک کامنتاتون هم بدیم. خب توی این آموزش دوستان اپلیکیشنمون اسمش اینستا کالر هستش. اینستا کالر رو شما میتونید از گوگل پلی دانلود بکنید که دوستان فقط کافیه سرچ بکنید اینستا کالر که ما توی حالا کانال تلگرام هم لینکش رو میذاریم. آیدی کانال تلگرام هم که اینجا براتون مشخص هست، توی بک‌گراند ویدیو هم که مشاهده میکنید دوستان، امیر آن دی لاین فور یو، که شما میتونید از اینجا دانلودش بکنید و خلاصه ازش استفاده بکنید. و دوستان چیزی که من برای در واقع این اپلیکیشن استفاده میکنم، منظورم حالا وی پی ان هستش، کانکشن نپستر وی هستش، سرورهای SSH. حالا شما از هر وی پی ان استفاده کنید اصلا مشکلی نداره. بریم سراغ اینستا کالر و سازوکارش رو با هم بررسی بکنیم. خب برای اولین بار که وارد اپلیکیشن میشید، من یک بار اپلیکیشن رو باز و بسته میکنم که شما هم متوجه بشید دارم چی کار میکنم. این اینستا رو باز میکنید دوستان. این اپلیکیشن برای تمام پلتفرم ها سرویس دهی و خدمات داره. خب اولین بار که وارد میشید بهتون میگه که اگر دوست دارید میتونید شماره مجازی خریداری بکنید و ماهانه، هفتگی و ارزم به حضورتون 3 ماهه داره یا همون 90 روزه. حالا هر دوشون یکی هن. اون ضرب در رو میزنید بالای صفحتون سمت چپ و وارد این قسمت میشید. خب این قسمت برای تماس کردن هست که دیل نوشته شده. SMS هم که برای ارسال SMS، ریسنت کال هم که مشخص هست در واقع تماس‌های شما هست. توی اینجا هم کانتکتتون که اصلا اینها حالا خیلی مهم نیستن. مهمترین قسمت ما قسمت مای اکانتمونه. قسمت مای اکانت در واقع دوستان شما این امکان رو دارید توی اینجا که شما رو مجازی خریداری بکنید. یکیش اینه که با هزینه مثلا گوگل پلی، یعنی گوگل پلی کارت، نمیدونم گوگل پلی پوینت، اینجور چیزا خرید بکنید که خب به خاطر تحریما و همچنین به صرفه نبودن این امکان از ما سلبه. خب راه دوم این هستش که شما اد نیو نامبر رو که میزنید دوستان، از این طریق هفته‌ای و در واقع 30 روزه شماره مجازیتون رو تهیه بکنید. ببینید روی این گت که بزنید نیاز به 300 تا کوین دارید، زیادم نیستش خدا وکیلی. اینجا ببینید بهتون میگه چوز کانتری، آمریکا و کانادا رو پوشش میده و اینجا هم نوشته که دوستان تماس، SMS، MMS، همون در واقع محتواهای مثلا حالا ارسال ویدیو و اینجور داستاناش رو ساپورت میکنه. پس از این نظر اوکیه. که برای حالا تهیه امتیاز ما باید چی کار بکنیم؟ شما برای این کار ریشارژتون رو باز میکنید دوستان. در این قسمت یا میتونید کوین خریداری بکنید که باز همون میشه دیگه، یا میتونید از طریق این امکاناتی که این چرا براتون تعبیه شده به اصطلاح فری کوینز، دیلی ساینینگ که به جای خود فقط یه دونه میزنید ازش کوین رو دریافت میکنید. واچ ویدیو ادز عذر میخوام، این همیشگی، یعنی شما در هر لحظه از روز بزنید میشه. ولی خب یک سری قلقایی داره که حالا من این سفر رو براتون سانسور کردم به خاطر قوانین سفت و سخت یوتیوب. به خاطر همینه دوستان، هیچ دلیل دیگه این نداره. ببینید شما در واقع مهمترین کاری که باید بکنید اینه که عجله نباید داشته باشید. نمیگم که یه دقیقه صبر کنید مثلا از دیدن تبلیغتون بگذره، نه، یکم صبر بکنید. ببینید خودش میگه که the operation speed is too fast please click slowly. این در واقع حالا کلیک خودکار خودشه، تایمر میزنه و میره. خب شما یکم منتظر میشید، این اصلا نمیپره. مجددا اینو میزنید، ببینید
یه تبلیغ جدید دیدید بدون اینکه هیچ رو اروری رو برای شما صورت بده. حالا من ویدیو رو استاپ میکنم، حجم ویدیومون بالا نره. خب تبلیغمون هم که رد کردیم، ببینید کوین ما برامون اضافه شد دوستان، به همین سادگی. پس نتیجه حالا این در واقع حرفم این هستش که اگر دوستان تمام نکات رو برید جلو، 100% در یک روز هم شما میتونید یک شماره مجازی از دیدن تبلیغ های رایگان این در واقع پلتفرم به دست بیارید. خب حالا دوستان این به جای خود قسمتی که هستش رو حتما باید بریم ببینیم. قسمت ستینگتون هست که اون همبرگری رو میزنید و وارد این قسمت میشید. یوزر آیدیتون رو سیو بکنید. خدای نکرده حالا یه لحظه دیدید اپلیکیشن از دستتون رفت پاک شد، میتونید برگردونیدش. دیتیل آف بیل هم که حالا یک سری اطلاعات هستش و اینا اصلا مهم نیستش. شیر ویچ فرندز رو هم اگر بزنید میتونید با دوستانتون اپلیکیشن رو به اشتراک بگذارید که البته هیچ چیزی از قبل این دریافت نمی‌کنی، فقط یک در واقع حالا شیرینگ هست، چیز خاصی نداره. اینم بگم هر سوالی هر مشکلی داشتید حتما با کانتکت آس این پلتفرم به اشتراک بگذارید، 100% رسیدگی میکنن. حالا من دوباره برای اینکه حرفم رو اثبات بکنم که حالا نباید عجله بکنید، یک بار دیگه هم روی این میزنم و تبلیغ از کشور هلند، یعنی چیز خاصی هم نیست. شما نتونید 100% میتونید اگر مثلا حالا تمام نکات رو رعایت بکنید. ببینید الان این خودش دوباره آورد برامو، یه 15 ثانیه بهمون یا 10 ثانیه بهمون نشون میده، بعدش که میشه 30 ثانیه. یکم منتظر میمونیم. ببینید باز هم میگه که باید یکم صبر بکنید. خب این هم از تبلیغ آخرمون که 5 ثانیه برام افتاد. دوستان یک نکته خیلی مهمه که حائز اهمیت هم هست، حتما بهتون میگم، این هستش که اگر دیدید حالا مثلا چند بار صبر کردم، من خودم هم دیدم که نشد، اپلیکیشن رو باز و بسته کردم، مثلا هیچ چیز پنهونی هم ندارم بهتون بگم که خودتون هم دیدید. اگر دیدید که در واقع هی میزن هیچ تبلیغ نمیده بهتون و همچین ارور دوباره براتون مجددا تکرار میکنه، اصلا دل سرد نشید، اپلیکیشن رو باز و بسته میکنی، یک رفرش میشه. متاسفانه حالا دکمه رفرش داخلی برای اپلیکیشن نذاشتن که مثلا این حالت رو یک بار رفرش بکنیم و به قول گفتنی آپ تایم نیست، آنلاین نیست، چی میگم بهش، حالا اون برنامه نویسا خیلی خوب میدونن، پویا نیست به اصطلاح میگن بهش، که مثلا خودش تشخیص بده که دیگه خب یکم رفته دیگه از این. به هر حال دوستان امیدوارم که از این ویدیو لذت رو برده باشید. 100% پارت دوم برای این ویدیومون میذارم، زمانی که به اون مقدار سکه برسم 100% میرسم. شما هم اگر بخواید میرسید، چون دوتا بهتون سکه میده و 100% شدنی هستش. اگر که این ویدیو رو دوست داشتید ممنون میشم لایک بکنید، کانالتون رو سابسکرایب کنید، زنگوله رو فعال کنید برای که خواستین حمایت بیشتر بکنید. ممنون میشم این ویدیو رو به دوستانتون به اشتراک بگذارید تا یک ویدیو جدید، یک آموزش جدید. خدا یار و نگهدارتون.